بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتان بخیر. چطور هستین؟ کاملا خوب هستید؟ من خدا رو شکر. بیاین که درس خدا بخیر شروع کنیم و امروز در مورد جغرافیای طبیعی بگوییم. در ذهنتان سوال باشه که جغرافیای طبیعی چی و کجا؟ این جغرافیا مربوط طبیعت کجاست و جغرافیای طبیعی کجا رو گپ میزنیم در بین درس حتما میفهمیم. جغرافیای طبیعی در صفحات 55 الی 58 کتابتان آمده. اما یک مرور کوتاه با درس قبلی خودم داشته باشیم. ما شما در درس گذشته در مورد چگونگی کشف قاره امریکا گفتیم. این قاره امریکا توسط کی، در کدام سال و چطور کشف شد کاملا گپ زدیم. درست؟ بسیار. پس امروز ما شما در مورد جغرافیای طبیعی قاره امریکا گپ میزنیم. بیاین که بخیر شروع کنیم. کار خانگیتان هم انجام دادین، او رو باز من انشاءالله میبینم. اما پیش از اینکه در مورد جغرافیای طبیعی قاره امریکا بگیم، اول اهداف درس خود ببینیم که چی است. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما شما آشنایی با جغرافیای طبیعی قاره امریکاست. هدف دوم درس ما شما کسب معلومات در مورد کوههای براعظم امریکاست. پس ما شما از نظر جغرافیایی باید بیاییم کوههایی که در قاره امریکا واقع شده بفهمیم و ببینیم که این کوهها کدام کوههاست. آماده هستین؟ بله. بسیار خوب. سوالاتان هم یادداشت بگیرین. اگر چیز پیشتون گم میمانه یا دقیق نمیفهمین از من بپرسین که در بین درس حتما براتون بچه جواب بدم. وقت جغرافیای طبیعی هر جای میگیم، مخصوصا در درس فیلی در مورد جغرافیای طبیعی قاره امریکا میگیم، ما شما در مورد کوههای امریکا گپ بزنیم. پس کوههای امریکا از نظر جغرافیای طبیعی به دو بخش تقسیم میشه که میشه کوههای کم ارتفاع و کوههای جوان و مرتفع. پس از نظر جغرافیای طبیعی کوههای قاره امریکا به دو دسته بسیار زیاد عمده که پسان دانه دانه نام میگیریم، خصوصیات کوهها را میگیم. اونم کوههای بسیار زیاد بلند و مرتفعش است و کوههای پایین و پخش و کوتاهش. که در بخش اول بیایم کوههای کم ارتفاع یا قدیمی قاره امریکا را گپ بزنیم، بشناسیم و خصوصیاتش، ارتفاعش، موقعیتش بفهمیم که در کجای قاره امریکا واقع شدن. کوههای کم ارتفاع یا قدیمی قاره امریکا را به نام کوههای آپالاش هم یاد میکنن که در قسمت شرقی ایالات متحده امریکای شمالی کوه کم ارتفاعی واقع شده که جزء دوران اول جیولوژی است یا زمین شناسی ما شما میگیم و با گذشت زمان از ارتفاع ایکو کاسته شده میره و پخش شده میره و در حال حاضر و فعلا دارای دامنه های مدور یعنی گرد است، نشیبدار و وادی های بسیار زیاد وسیع هم این کوه ها داره. این کوه ها از شمال شرق و جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر واقع شده و افتیده که بلندترین قله این کوه ها به نام بلک دیم یاد میشه. به نام چی؟ به نام بلک دیم که 2044 متر ارتفاع داره. پس این میشه بلندترین قله ای کوههای کم ارتفاع قاره امریکا که در موردش براتون گفتم. پس این شاخه قسمت و بخش اول کوههای قاره امریکاست. اما بخش دوم، قسمت دوم و کوههای دیگه‌ای که در قاره امریکا واقع شده کوههای جوان و مرتفع است. وقتی جوان و مرتفع میگیم از نظر زمین شناسی و جیولوژیکی ما شما باید بفهمیم که این کوه ها را چرا جوان میگن و چرا مرتفع میگن. به خاطر مرتفع میگن که نسبت به کوه هایی که پیشتر گفتم ارتفاعش نسبتاً بلند است. جوان هم میگن به خاطر که این کوه ها بعداً تشکیل شده و ساخته شده، در حالی که کوه های قبلی گفتیم که در دوران اول جیولوژیکی ساخته شده. اما ببینیم که این کوه ها در کدام دوران و در کدام دوره جیولوژیکی ساخته شده. کوههای جوان و مرتفع قاره امریکا در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی است، در حالی که پیشتر کوههای قدیمی گفتیم متعلق به دوره اول جیولوژیکی بود. اما کوههای جوان و مرتفع
متعلق و مربوط به دوره سوم جیولوژیکی است که این کوههای جوان و بسیار بلند که هستند در بعضی از نقاط ارتفاعشان به 6000 متر هم میرسه. بسیار زیاد بلند است. 6000 متر شاید آخری کوه ما شما نبینیم و بلندترین قله و نوکی کوه ما به چشم غیر مسلح دیده نتونیم. پس بسیار زیاد بلند است. چقدر ارتفاع دارن؟ 6000 متر ارتفاع دارن که بلندترین قله ای کوه ها میشه مک یا میک کنلی که در کتابتان مک آمده، در حالی که میک کنلی است که در آلاسکا موقعیت داره و 6193 متر ارتفاع داره. بسیار زیاد بلند است. و در قسمت های شمال و جنوب کوه راکی آتش فشانهای فعال و خاموش موجود است و زلزله‌های بزرگم در ای کوه زود رخ میده. یعنی یک زلزله که میشه چند وقت بعد باز زلزله میشه، چند وقت بعد باز زلزله میشه. از این خاطر میگن که ای آتش فشانها شاید سبب زلزله‌های بسیار زود و متعدد در ای کوه ها شد. بسیار خوب. دیگه که سوال داره؟ یک آدم دست خدا بالا کرده. آیا کدام زلزله بزرگ تا حال در این منطقه اتفاق افتاده است؟ سینفتن سوال میکنه که من گفتم دی کوه ها در اثر موجودیت آتش فشان های فعال و خاموش زود زلزله میشه. آیا کدام زلزله تا حال هم شده؟ بدون شک شده. در سال 1964 میلادی بزرگترین زلزله قرن 20 در آلاسکا رخ میده. پس یکی از بزرگترین، خطرناکترین و مخربترین زلزله های این منطقه در سال 1964 میلادی در قرن 20 در منطقه آلاسکا رخ میده. پس بدون شک زلزله که شده این یکی از معروفترین زلزله است که بسیار زیاد تخریبش وسیع بوده، جاهای زیاد را خراب کرده، حتی سبب از بین رفتن زمین های زراعتی، از بین رفتن مواشی، تلف شدن انسان ها و زخمی شدن انسان ها، از بین رفتن مناطق مسکونی در آلاسکا شده. از امو خاطرم ببینیم که در تاریخ زلزله خیزی این منطقه مخصوصا کوه آلاسکا ثبت شده و در بین سلسله کوههای لاکی و آلاپاش گفتم آپالاش، این نام انگلیسی یک ذره سخت است، من چیز دیگه تلفظ کردم. کوههای راکی و آپالاش زمین ها و اراضی هموار و جلگه های وسیع هم وجود داره. پس شما وقت بین دو کوه را ببینید، زمینایی که سطح هموار داره هم واقع شده که میتونن در مسیر رفت آمد از استفاده شد و در زراعت از استفاده شد و دشت‌های وسیع و چراگاه های وسیع هم در بین این کوه ها هست که میگن در بین این دو کوه راکی و آپالاش واقع شده. اما بیایم خارج از او دو بخش کوههای مرتفع و کم ارتفاعی که گفتیم در قاره امریکاست، یک کوه دیگه هم که در این بحرازم معروف است، مشهور است، مورد از او هم گپ بزنیم. میفهمین کدام کوه؟ ما براتون میگم کوههای اندیز. در مورد از این کوه هم بفهمیم. به خاطر چی؟ به خاطر که جزء کوههای قاره امریکا میشه و جزء جغرافیای طبیعیش به حساب میره. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این منطقه و این سرزمین به نام کوههای عسل یاد میشه و گفته میشه. چرا عسل؟ فکر کنین کوهی بسیار زیاد کلان باشه و کلش عسل باشه و یک چیز امکان داره، در حالی که نه. اما دلیلش چیست؟ به خاطر چی؟ این کوه به شکل مسایانه به طول سواحل اقیانوس آرام در امریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 8000 کیلومتر امتداد یافته و قرار داره و بلندترین قله‌اش هم به نام اکانکاگوا در ارژانتین به ارتفاع 6960 متر موقعیت داره و ارتفاع داره و میرسه. در جریان تشکیل این کوه‌ها که از جمله کوه‌های جوان هم به حساب میره، از قبیل آتشفشان‌ها، حرکات سعودی و زلزله‌های تخریبی نقش بسیار زیاد داره که تا فعلا هم این آتشفشان‌ها فعال است و این حرکات سعودی حتما هست و موجودیت داره و زلزله هم همیشه وجود داره. یعنی هر از گاه بعد از چند وقت یک بار زلزله میشه، آتشفشانش هم فعال میشه. بنابراین در تشکیل این کوه‌ها این سه عامل بسیار زیاد نقش عمده و اساسی داره. از همین خاطر میگن که این کوه از جمله کوه‌های جوان براعظم امریکا به حساب میره
و در سال 1960 میلادی در جنوب کوههای اندیز زلزله صورت میگیره که به نام زلزله چیلی مسما میشه و معروف است و آتشفشان خاموش شده او هم به فعالیت در اثر زلزله آغاز میکنه و بعضی از قسمت‌های ساحلی خشک زیر آب میشه و بعضی از قسمت‌های جزایر از آب کاملا بیرون میشه که جزایر جدید به وجود میره. پس این زلزله که در سال 1960 میلادی در کوههای اندیز صورت میگیره که به نام چیلی هم مسما میشه، یک آتشفشان غیر فعال میسازه از یک طرف و بعضی از خشکی هایی که در سطح زمین بوده او میره در زیر آب گور میره و پنهان میشه و بعضی از جاهایی که در زیر آب بودن او تبدیل میشه به خشکه، سطح پایین میه خودش تبدیل میشه به یک جزیره ساخته میشه که این زلزله سبب این تغییرات از نظر محیطی و طبیعی در این قسمت میشه. این هم گپایی بود که در مورد کوه اندیز گفتیم. پس به این کوتاه درس خود جمع‌بندی کنیم و کارخانگی را بگیریم و به خیر تمام کنیم. امروز ما شما در مورد جغرافیای طبیعی برازان امریکا گفتیم، مخصوصا در مورد کوه‌هاش گفتیم که در قاره امریکا کوه‌ها به دو دسته مرتفع یا جوان و کم ارتفاع و قدیمی و پیر تقسیم میشه که کوه‌هایش هم نام گرفتیم و ارتفاعشون هم گفتیم در کدام موقعیت ها اینا هستن و چی عوامل باعث شده که این کوه‌ها در دوره‌های اول و سوم زمین شناسی یا ژئولوژیکی به وجود بیاید. تمام گپایی بود که در مورد جغرافیای طبیعی مخصوصا کوه‌های قاره امریکا فهمیدیم. بسیار. اگر سوال ندارین بیاین که من از شما سوال بپرسم. چند سوال کارخانگی نوشته کنین. سوال اول کوه‌های قاره امریکا به چند بخش تقسیم می شود؟ اسم بگیرید. سوال اول. سوال دوم، بلندترین قله کوه‌های آپالاش چه نام داشته و چقدر ارتفاع دارد؟ سوال سوم، کوه‌های راکی در کدام قسمت قاره امریکا واقع شده و بلندترین نقطه آن چقدر ارتفاع دارد؟ شما میگین قاره امریکا، قاره افریقا نمیگین، قاره امریکا میگین. پس شما میگین کوه‌های راکی در کدام قسمت قاره افریقاست یا امریکا و چقدر بلندی داره و بلندترین نقطهش کدام است؟ هم 3 سوال کارخانگیتان. درس ما تمام شد. انشالله که درس خوب فهمیده باشین. کوه‌های قاره امریکا را شناختیم و جغرافیای طبیعی قاره امریکا را در حقیقت ما شما شناختیم. تا که بازم همدیگر را میبینیم. خداوند نگهدار ما شما. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.